آسبیلدونگ بانکداری هم مثل همه آسبیلدونگ های دیگه سیستم دوال هست، یعنی یک بخش عملی داره و یک بخش تئوری. قسمت عملی به این صورته که شما حداقل نیم سال اول توی بانک توی قسمت سرویس کار میکنه، یعنی یک چیزای خیلی پایه مثل برداشت پول، کسایی که با آنلاین بانکشون مشکل دارن یا کسایی که میخوان حساب بانکی باز کنن، حساب بانکی رو میخوان ببندن. و بعد از اون وارد قسمت مشاوره مالی بانک میشین. قسمت مشاوره مالی بانک به این صورته که خیلی از مشتری‌ها به صورت حضوری میان بانک و نه پشت باجه، بلکه توی حالا اتاق خود مشاور به صورت کاملا خصوصی در مورد حالا مسئله‌ای که میخوان مشاوره میگیرن. خرید و فروش ملک، بیمه، ارزهای مختلف، چه ارزهای سنتی مثل دلار، چه ارزهای دیجیتال، صندوق‌های ETF، همه اینا زیر نظر بانک و زیر نظر مشاورهای مالی بانک اتفاق میفته. و توی بقوف شول شما تئوری همه مسائل رو یاد میگیرید، مثلا انواع روش‌های سرمایه‌گذاری، انواع سهام‌ها، خرید و فروش سهام به چه صورته، خرید و فروش ملک به چه صورته و اینکه کدوم ملک و کدوم سرمایه‌گذاری به درد چه مشتری میخوره، سود وام‌ها رو چطوری تشخیص بدین. دو تا آزمون اصلی رو باید بدین. آزمون اولیه یا همون سویشن پروفون که بعد از 1.5 سال که از آسبیلدونگتون گذشت میدین و آزمون آخریتون که پایان آسبیلدونگتون هست و از 2 قسمت تئوری و عملی تشکیل شده که تئوریش تمام چیزایی که یاد گرفتین رو به صورت آزمون بعد بدین و قسمت عملیش رو شما بعد زیر نظر یک مشاور مالی دیگه بانک به یک مشتری در مورد حالا هر زمینه‌ای مشاوره بدین.